وزارت ارشاد و حج اوقاف خبر داده که روند ثبت نام زایران حج سال آینده از فردا چهارشنبه 24 جدی آغاز می شود و تا 4 دلو ادامه خواهد داشت. ریاست تعلیمات خصوصی وزارت معارف طرح را آماده کرده که بر بنیاد آن خدمات مراکز آموزشی خصوصی معیاری شده و فیس مناسب برای شاگردان تعیین خواهد شد. این طرح از سوی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مورد تایید قرار گرفته و برای تصمیم نهایی به کمیسیون اقتصادی فرستاده شده است. پلیس سرحدی شایعات مربوط به باز بودن دروازه ترخم را رد کرده و میگوید این گذرگاه همچنان بسته است. این در حالی است که چند روز پیش شایعات پخش شده بود که دروازه ترخم برای رفت آمد باز شده است. و دونالد ترامپ اعلام کرده هر کشوری که با ایران تجارت کند در معاملات تجاری خود با آمریکا مکلف به پرداخت 25% ترفع خواهد بود.